سلام به رفقای نازنینم، امیدوارم که حالتون عالی و درجه یک باشه. در خدمت شما هستم با حل سوالات امتحان نهایی شهر تهران. سوال 1، درستی یا نادرستی عبارتهای زیر را مشخص کنید. الف، اگر مجموعه A شما عضوهاش 5 و 6 باشه و مجموعه B 5 و 7 باشه، آنگاه تعداد عضوهای مجموعه A اجتماع با B رو گفته برابر با 4 هست. میخوایم ببینیم درسته یا نه. خب ما اگر A اجتماع با B رو حساب کنیم که در واقع میشه 5 6 و 7، 3 تا عضو بیشتر نداره، پس این که گفته 4 تا اشتباه هستش، پس این نادرسته. کسر 3/5 نمایش اعشاری مختوم دارد. ببینید بچه ها، اگر ما یک کسری داشته باشیم که دیگه بیشتر از اون ساده نشه و مخرجهاش فقط شمارنده های اول 2 و 5 داشته باشه، حالا یا 2 باشه یا 5 باشه یا 2 و 5 باشه، اون کسر نمایش اعشاریش مختوم هستش، پس اینم کاملا درسته. قسمت ج، اگر A ضرب در B بزرگتر از 0 باشه، یعنی یک مقدار مثبت باشه حاصل ضربشون، یه مقدار چی باشه؟ مثبت. این زمانی اتفاق میفته که یا هر دو تا A و B هر دو مثبت باشن یا هر دو منفی باشن یا به عبارتی هم علامت باشن، پس قسمت ج هم درست هستش. خب خط Y مساوی با X از مبدأ مختصات عبور میکند. بله، ما گفتیم که معادلات مبدأ گذر به این صورت هستن AX، یعنی در واقع قسمت اون ارز از مبدأ ندارن، ارز از مبدأشون صفره، پس اینم درست هستش. سوال بعدی، جای خالی را با عدد مناسب کامل کنید. قسمت الف، حاصل این عبارت برابر با، خب ما دو تا عدد اینجا رادیکالی داریم که قسمت رادیکالیشون زیر رادیکالیشون یکسانه، هر دو تا رادیکال 2، پس من میتونم این 3 رو با 5 جمع کنم، در واقع میشه 8 رادیکال 2. درجه چند جمله‌ای 6x به توان 3 به اضافه 2x نسبت به x رو خواسته. وقتی میگه نسبت به x یعنی میشه بزرگترین توان اون متغیر که برابر با 3 هستش. ارز از مبدأ خط y مساوی با 4x به علاوه 7 برابر با چیه؟ ارز از مبدأش رو خواسته. ببین بچه ها، شیبش میشه این 4، این شیب ماه، ضریب x میشه شیب و این عدد ثابته رو بهش میگیم ارز از مبدأ. خب اینم که فرم استاندارد معادل خط هستش، پس ارز از مبدأ اون مثبت 7. تعداد وجه‌های جانبی هرم منتظم مقابل برابر با، خب وجه‌های جانبیشو خواسته، یعنی دور تا دورشو خواسته که برابر با 4 هستش. سوال بعدی، در هر یک از پرسش‌های زیر گزینه درست رو انتخاب کنید. الف، کدام گزینه عبارت گویا هست؟ برای اینکه یک عبارت گویا باشه بچه‌ها، اولا اون متغیر ما نباید زیر رادیکال باشه و درون قدر مطلق هم نباشه، پس قسمت 1 متغیر زیر رادیکاله، پس این نمیتونه باشه. قسمت 2 متغیر درون قدر مطلقه. قسمت 4 هم متغیر با زیر رادیکاله، پس گزینه درست گزینه سوم هستش. قسمت ب، نمایش اعشاری این عددی که بهمون گفته 5 ممیز 2 ضرب در 10 به توان منفی 3 کدومه؟ ببین بچه‌ها، ما می‌خوایم این نمایش اعشاریشو بنویسیم. اینجا خودش نماد علمی هستش، پس اگر بخوایم به نمایش اعشاری تبدیلش کنیم، چون توانش منفیه، ممیز رو به سمت چپ هدایت می‌کنیم. خب چند رقم، حالا چند رقم این ممیز رو جابجا کنم؟ به اندازه توانش 3 دیگه، درسته؟ حالا چون منفیه پس به سمت چپ، پس 3 رقم جابجا می‌کنم، میشه 52، پس یک رقم آوردم اینور، حالا 2 رقم دیگه، اون 2 رقم رو 0 قرار میدم، پس در واقع میشه گزینه 1. قسمت ج، عبارت a به علاوه 2 به روی a به علاوه 5 با کدام عبارت مساوی هستش؟ خب یعنی در واقع بذار گزینه 1 رو امتحان کنیم. خب گزینه 1 خیلی متفاوته دیگه، اصلا با این نمیتونه باشه. اما گزینه 2 اگر بیایم از صورت یه منفی فاکتور بگیریم، میشه a به علاوه 2، از مخرج هم یه منفی فاکتور بگیریم a به علاوه 5، خب این منفی با این منفی ساده میشه، در واقع میشه a به علاوه 2 به روی a به علاوه 5، پس همین گزینه 2 درست هستش. گزینه
3 من اگر از مخرج یه دونه منفی فاکتور بگیرم دیگه به علاوه 5 توی صورت منفی ندارم که این منفی با منفی ساده کنم که بشه مثبت، ولی اینجا گزینه 2 این کارو کردم. یا گزینه 3 گزینه 4 ببینید از صورت اگر از شما از صورت از یک منفی فاکتور بگیرید a به علاوه 2 میشه، یه منفی اینجا میمونه. خب توی مخرج من منفی ندارم که بخوام با این منفی ساده کنم، پس جواب درست گزینه دوم هستش. سوال قسمت دال میگه این عدد 1 به علاوه رادیکال 5 بین کدام دو عدد صحیح قرار داره؟ خب برای اینکه مشخص بشه 1 به علاوه رادیکال 5 بین کدام دو تا عدد صحیح قرار داره، اول میام قسمت رادیکالیشو مربع قبل و بعدش رو پیدا میکنم. میدونیم قبل از 5 رادیکال 4 و بعد از 5 رادیکال 9 هستش، یعنی در واقع میشه بین 2 و 3. اما یه به علاوه 1 هم داره، پس 1 به علاوه رادیکال 5 به همشون یه به علاوه 1 اضافه میکنم، به علاوه 1 به علاوه 1 به علاوه 1 که در واقع میشه 3 و 4. از طرفی اگر شما مقدار تقریبی رادیکال 5 هم بدونی که میشه تقریبا 2.2 به اضافه 1 میشه 3.2. خب 3.2 بین 3 و 4 هستش، اینجوری هم میتونید حدس بزنید که بین کدام دو عدد صحیح قرار میگیره. خب بریم سراغ صفحه بعد، صفحه دوم. به سوالات زیر پاسخ کامل دهید. الف، با توجه به نمودار مقابل، خب یک نمودار ون داریم، اعضای مجموعه زیر را بنویسید. آ اشتراکش با بی، پس این رو به پایین باشه بهش میگیم اشتراک، رو به بالا میگیم اجتماع. خب اشتراکای A و B رو خواسته، خب اشتراکش میشه این وسط که 2 و 3 هستش. A به غیر از B، A منهای B، یعنی اون عضوهایی که فقط و فقط داخل A هستش داخل B نباشه، یه دونه عضو بیشتر نیست. A منهای B میشه این قسمت، A منهای B، و این قسمت هم میشه B منهای A، اینم B منهای A میشه که در واقع A منهای B فقط عدد 8 هستش. سوال 2، با توجه به دو مجموعه برابر زیر جای خالی را کامل کنید. ببینید بچه‌ها وقت زمانی دو تا مجموعه با هم برابرند باید دو تا شرایط داشته باشن. یک، تعداد عضوهاشون یکسان باشه. الان ببینید این 1 2 3 4 تا عضو داره، اونم 1 2 3 4 تا، پس این اوکیه. و دومین مورد اینه که هر عضوی که در اون این مجموعه هست باید اونورم باشه. خب من اینجا 5 دارم، اینجا هم رادیکال 25 برابر با 5، این اوکی. پس این دوتا هست. اینجا 3 داریم، اونورم 3 داریم. خب من اینجا 2 دارم، میخوام این که منفی 1، باید اونورم یه 2 داشته باشم دیگه، پس جا خالی من میشه 2. اینور منفی 1 دارم، خب این که نمیتونه باشه، اینم که نمیتونه باشه، اینم نمیتونه باشه. اگر قرار این دوتا مجموعه با هم برابر باشه باید اونورم منفی 1 داشته باشم، پس جای خالی رو منفی 1 قرار میدم. سوال 3، 10 کارت یکسان با شماره های 1 تا 10 را در داخل جعبه قرار می دهیم. به طور تصادفی یک کارت بیرون می آوریم. چقدر احتمال دارد عدد روی کارت خارج شده کمتر از 5 باشه؟ خب تعداد حالتهای مطلوب و تعداد حالتهای ممکن رو پیدا میکنیم. تعداد حالتهای ممکن برابر با چند؟ 10. تعداد حالتهای مطلوب برابر میشه با، خب کمتر از 5 دیگه، 1 2 3 و 4. اینا مطلوب ما هستن، پس احتمال برابر میشه با تعداد حالتهای مطلوب به تعداد حالتهای ممکن. تعداد حالتهای مطلوب تقسیم بر تعداد حالتهای ممکن. خب مطلوب ما 4 تا هست و ممکنم که 10 تا، 4 دهم. حالا میتونید ساده هم کنید، می‌نویسید 2 پنجم. سوال 4، قسمت الف، بین دو عدد 3 و رادیکال 6 دو عدد گنگ بنویسید. اعداد گنگ به اعدادی گفته میشد که جذر دقیق نداشتن، اون
عددهای رادیکالی که اعدادی که مربع کامل نباشن در واقع. خب 3 رو میام به صورت رادیکالی تبدیلش میکنم. خب این چی بوده ازش جذر گرفتیم؟ در واقع بوده رادیکال 9. پس از رادیکال 6 تا رادیکال 9 دو تا عدد گنگ می نویسیم. خب میتونید رادیکال 6 و نیم بنویسید، رادیکال 6 و 1 دهم، رادیکال 6 و 2 دهم، یا نه بگید رادیکال 7 و رادیکال 8. پاسخهای زیادی هست برای این سوال. قسمت ب اگر مقدار a منفی 5 باشه و مقدار b 10 باشد حاصل عبارت زیر را به دست آورید. قدر مطلق 3a به علاوه b. میایم جایگذاری میکنیم. ابتدا جایگذاری کنیم. 3 ضرب در حالا مقدارش منفی 5 به علاوه 10. مقدار b هم که 10 هستش. خب 3 ضرب در منفی 5 منفی 15 به علاوه 10. این دوتا هم علامت نیستن، از هم کم میشن و علامت عدد بزرگتر که میشه منفی 5. درون قدر مطلق یه عدد منفی داریم، یه عدد منفی. پس اینو بخوایم خارج کنیم از قدر مطلق باید قرینش کنیم. قرینه منفی 5 که برابر میشه با مثبت 5. سوال 5 در شکل مقابل ABD لوزی است. نقطه های M و N وسط DM و MC اینا هستن، یعنی DC و BC هستش. نقطه M وسط ضلع DC و نقطه N وسط ضلع BC قرار داره. دلیل همنهشتی دو مثلث ADM و ABM رو با ذکر حالت بیان کنید. خب میخوایم نشون بدیم این دوتا مثلث با همدیگه همنهشت هستند. خب یکی این و این یکی. برای این کار به 3 تا دلیل نیاز داریم. ما میدونیم که در لوزی هر 4 تا ضلعش با هم برابر. خب این ضلع مثلث سمت چپ با ضلع مثلث سمت راست برابر، چون اضلاع لوزی هستش دیگه. پس AD ما برابر با AB میشه. اضلاع لوزی یا در لوزی هر 4 تا ضلعش با هم برابر. در لوزی زاویه های روبرو هم با هم برابرن. پس زاویه D با زاویه B برابره. در لوزی زاویه های روبرو با هم برابرن. و یکی هم میگه نقطه MN وسط این اضلاع هستش. خب وقتی که وسطش باشه در واقع این قسمت با این قسمت برابر میشه دیگه. این هم همینطور. از طرفی ضلع DC و ضلع BC هم با هم برابرن. وقتی این دوتا با هم برابر باشن خب نصفشون هم با هم برابره دیگه. پس DM من این قسمت رو دارم در نظر میگیرم. DM کاری به این ندارن چون این عضو مثلث این یکی، این ضلع مثلث. DM هم برابر با BN هستش. خب 3 تا دلیلی که میخواستیم به دست آوردیم. حالت همنهشتیش در واقع میشه اینجا داریم زل رو بررسی میکنیم، این یکی زاویه رو بررسی کردیم و این پایینی هم زل. پس واقع میشه زاد ز زاد دو مثلث ABN همنهشت با مثلث ADM. حالت همنهشتیش بنابر حالت دو زل و زاویه بینشون. سوال 6 آیا هر دو مستطیل دلخواه متشابهند؟ چرا؟ میگیم خیر. چون ببین بچه‌ها شما وقتی که دو تا مستطیل داشته باشین، مثلا این مستطیل اینجا اضلاعش باشه مثلا 4 اینجا 13. خب یه مستطیل دیگه داشته باشیم اینجا مثلا اضلاعش باشه 2، این باشه مثلا 26. خب آیا اضلاعشون هم طول و عرضش به یک نسبت بزرگ شدن؟ می‌بینیم که خیر. اینجا 4 شده 2 ولی این 13 شده 26. پس اضلاعش به یک نسبت بزرگ یا کوچک تغییر نکردن. درسته؟ پس میگیم زیرا، پس میشه خیر، زیرا اضلاع میتواند متفاوت باشند. پس اضلاعشون دیدیم که متفاوت هست. سوال 7 قسمت الف حاصل عبارت زیر را به ساده ترین صورت بنویسید. خب 3 به توان منفی 1
در واقع توانش رو بخوایم مثبت کنیم میشه 1/3 به علاوه 5/6. یه مخرج مشترک میگیریم. خب 6 3 ضرب در 2 میکنیم، صورت هم ضرب در 2 میشه 2/6 به اضافه 5/6 مساویه با، حالا مخرج یکسانه، 7/6. قسمت ب، این عدد رو گفته با نماد علمی نمایش بدهید. برای اینکه اینو بخوایم به صورت نماد علمی بنویسیم باید تبدیلش کنیم به یک عددی بین 0 تا 10، بین 1 تا 10 بین 1 تا 10. برای این کار این ممیز رو حرکت میدیم به سمت جلو، از اینجا حرکت میکنیم تا بعد از اولین رقم، یعنی اینجا بعد از 8، یعنی در واقع میشه 8/3 ضرب در 10. حالا توانش چند تا حرکت دادیم؟ قبل از ممیز رو نمیشناسیم، بعد از اون 1 2 3 4 5 تا به توان 5. چون عدد ما خیلی عدد کوچیکی هست یا به عبارتی داریم به سمت راست اینو حرکت دادیم ممیز، توانش منفی میشه بچه‌ها، توانش منفی خواهد شد. قسمت ج، مخرج کسر مقابل را گویا کنید، یعنی از حالت رادیکالی خارجش کنید. برای این کار ما میایم صورت رو، مخرج رو در رادیکالی با فرجه 3 ضرب میکنیم که توان این دو 1. خب چه موقع این توانش باید چند باشه که با فرجه 3 بره؟ توانش 3 باید باشه دیگه، درسته؟ پس من این 2 رو می نویسم. چند تا توان دیگه کم داره که بشه توان 3؟ 2 تا دیگه، پس این توانش اینجا میشه 2. خب حالا توی صورت 1 ضرب در این کنم میشه خودش، خب 2 به توان 2 هم که 4، درسته؟ اما این وقتی زیر رادیکال میره، ببینید من اینجا بنویسم رادیکال 3 رادیکال 2 با فرجه 3 ضرب در رادیکال 2 به توان 2 با فرجه 3، اینا میرن زیر 1 رادیکال با فرجه 3، در واقع میشه 2 به توان 1 ضرب در 2 به توان 2 که برابر میشه با 2. چون پایه ها مساویه توان رو با هم جمع میکنیم با فرجه 3 و توان 3 این فرجه 3 رو از بین میبره و 2 و حاصلش میشه 2. پس حاصل ضرب این دوتا برابر با 2 میشه. پس توی صورت رادیکال 4 با فرجه 3 به روی 2 هستش. صفحه سوم سوال 8 قسمت الف، حاصل عبارت زیر را با استفاده از اتحاد به دست آورید. خب 2 تا پرانتز داریم که داخل هر 2 تا پرانتز جمله مشترک دارن، جمله مشترکشون x، پس از اتحاد جمله مشترک میریم. خب جمله مشترک به توان 2 به اضافه حاصل جمع غیر مشترک ها، یعنی مثبت 3 و مثبت 7 که میشه 10 ضرب در جمله مشترک به علاوه حاصل ضرب این دوتا، حاصل ضرب 3 هفتم که 21 میشه. قسمت ب، عبارت زیر را به کمک اتحاد تجزیه کنید. خب 2 تا جمله داریم، عبارت جبریمون 2 جمله‌ایه و هر دوتاشون مربع کامله. خب برای اینکه من بخوام اینو تجزیه کنم از اتحاد مزدوج اینو استفاده میکنیم. پس 2 تا پرانتز باز میکنم، از این جذر میگیریم، جذرش میشه 5a، جذر این هم میشه 3b. پس در اون یکی از پرانتزها می نویسم 5a به علاوه 3b، در اون یکی دیگه 5a منهای 3b. پس اینم اتحاد مزدوج شد. سوال 9، مجموع جواب نامعادل مقابل را روی محور نشان دهید. اول بریم جواب این نامعادله رو پیدا کنیم، عین معادله حلش میکنیم. تنها تفاوتش اینه که اینجا نابرابری داره. خب متغیرها سمت چپ، 4x سر جای خودش، 2x رو بیارم اینور منفی 2x، مثبت 5 که سر جای خودش، منفی 7 بره اونور مثبت 7. ساده تر میکنیم، 4x منهای 2x میشه 2 تا x، اونم که میشه 12. از اینجا x میشه کوچکتر مساویه 12 تقسیم بر 2 هم که برابر با 6 میشه. پس x مون کوچکتر مساوی 6 میشه، یعنی در اینجا اگر صفر ما هست اینجا هم 6 باشه، یه دایره توپر چون مساویه رو داره
و کوچکتر از این، کوچکتر از 6 میشه به این صورت. اینا هستش، یعنی مجموع جوابمون این قسمت خواهد بود و تا منفی بی نهایت ادامه داره. قسمت سوال 10 قسمت الف، نمودار خط با معادله وای مساوی با 5x منهای 2 رو در داخل این دستگاه مختصات رسم کنید. خب برای این کار اول دستگاه اون جدول نقطه یابی رو رسم می‌کنیم. جدول نقطه یابی اون رو مشخص می‌کنیم. خب بالا x، اینجا پایین y، اینجا هم نقطه مختصات نقطه. برای این معادله خط یه دونه به جای x 0 قرار میدم. وقتی 0 قرار بدیم در واقع این عبارت 0 میشه، چیزی که باقی مونه منفی 2 هستش. و یه بارم 1 قرار میدم، به جای x 1 قرار میدم. y برابر میشه با 5 ضرب در 1 منهای 2، y مساوی با 5 منهای 2 که 3 میشه. پس 1 قرار دادیم، y که به دست اومد 3 هستش. پس یکی از نقاط میشه 0 و منفی 2، نقطه دیگه هم 1 و 3 هستش. خب توی دستگاه مختصات این محور طول یا همون x و این محور عرض با y نشون میدیم. اولی xش 0 و عرضش منفی 2، 0 منفی 2 اینجا قرار میگیره نقطه اول. و نقطه دوم یک واحد روی محور طول، 3 واحد روی محور عرض حرکت میکنیم. این نقطه دوم میشه. حالا این دوتا نقطه رو به هم دیگه وصل میکنیم، یک خط میکشیم از این دوتا نقطه عبور کند. این هم میشه رسم این معادله خط. قسمت ب میگه معادله خط بنویسید که با خط y مساوی با 4x موازی بوده. وقتی میگه موازی بوده یعنی شیبهاشون یکسانه و از نقطه 0 و 3 بگذرد. پس وقتی میگه موازی باشه شیبش میشه همین 4 و عرض از مبدأش میشه همین b که این 3 هستش. پس معادله خطی که قرار بنویسیم حالت استانداردش y مساوی با ax به علاوه b هست. پس میشه y مساوی با شیبش که 4x به علاوه 3. سوال 11 دستگاه معادله های خطی زیر رو حل کنیم. خب به روش حذفی این رو حل میکنیم. روش حذفی ببین بچه‌ها، تا وقتی که خود سوال نگفته از چه روشی استفاده کنید شما میتونید از روش دلخواه یا حذفی یا جایگزینی اینو حل کنید. خب روش حذفی به چه صورت بود؟ ابتدا میام یکی از متغیرها رو حذف میکنیم. خب برای حذف اون میام قرینه‌شو میسازیم، یا بیایم x رو حذف کنیم، یعنی بالای اینجا x اینجا 4x، قرینه 4x میشه منفی 4x. بیایم این بالا منفی 4x رو تولید کنیم، یعنی بیایم ضرب در منفی 4 کنیم همه رو. یا اینکه نه، این قرینه 2y مثبت 2y منفی 2y بالا رو، این خودش که منفی داره، بالا رو در یک مثبت 2 ضرب کنیم یا در 2 ضرب کنیم قرینه‌اش ساخته میشه. پس میام بالا رو ضرب در 2 میکنه همه رو، که خواهیم داشت 2x منهای 2y مساوی با 6 و این معادله خط پایینی هم که خودش رو می‌نویسیم. حالا به صورت ستونی با هم دیگه جمع میکنیم. 2x با 4x میشه 6x. این دوتا قرینه همن، صفر یعنی خنثی میشن، حذف میشه و 6 هم با 6 میشه 12. از اینجا مقدار x رو به دست میاریم، 12 تقسیم بر 6 که برابر میشه با 2. مقدار x مون به دست اومد. حالا برای به دست آوردن y میایم جایگذاری میکنیم، یا درون این معادله خط بالایی یا این پایینی، هر کدوم که راحت تر هستین. خب من پایینی رو قرار میدم، حالا فرق نمیکنه بالا میتونین این کار انجام بدین، بالایی بذاریم. خب به جای xش 2 منهای y مساوی با 3، 2 منهای y مساوی با 3. این مثبت 2 هست، ببرم اونور، منفی y برابر میشه با 3 منهای 2 و منفی y برابر میشه با 1 چون و خود y برابر میشه با منفی 1. مقدار y میشه منفی 1. پس محل برخورد این دوتا معادله خط در نقطه 2 و
منفی 1 هستش. نقطه مشترکشون اینه. سوال 12 قسمت الف، عبارت گویای زیر را به ازای کدام مقدار x تعریف نشده است. خب ما میگیم زمانی یک هست تعریف نشده هست که مخرج اون برابر با 0 باشه. پس مخرجش که x به علاوه 6 هست رو مساوی باشه 0 قرار میدیم و از اینجا مقدار x به دست میاد. x برابر میشه با منفی 6. پس به ازای شما اگر به جای x منفی 6 قرار بدین این مخرج 0 میشه و اون وقت تعریف نشده هست. سوال 12 قسمت ب، عبارت گویای زیر را ساده کنید. برای ساده کردن این عبارت خب از اتحادها یا به کمک فاکتورگیری استفاده میکنیم. خب توی صورت کسر فاکتورگیری که به دردمون نمیخوره، پس میریم سراغ اتحادها. عبارتمون دو جمله‌ایه و هر دو تا جمله مربع کاملن، پس اتحاد به کمک اتحاد مزدوج اینو تجزیه میکنیم. خب جذر m به توان 2 خب میشه m، جذر 16 هم که 4 داخل هر دو تا پرانتز می نویسیم. یکی از پرانتزها مثبت، یکی علامتش منفی قرار میدیم و مخرج هم که m به علاوه 4 است. حالا میتونم این m به علاوه 4 رو با این m به علاوه 4 ساده کنیم، جواب برابر میشه با m منهای 4. قسمت ج، حاصل عبارت مقابل را به دست آورید. خب 3 بر روی x به علاوه 1 به علاوه 5 بر روی x به علاوه 2 مخرج هاشون یکسان نیست بچه‌ها، باید مخرج مشترک بگیریم. خب مخرج مشترک این دوتا اصلا به هم دیگه بخش پذیر نیستن، پس میشه حاصل ضربشون. یعنی چی؟ یعنی من بیام این مخرج رو در x به علاوه 2 ضرب کنم، صورتش هم همینطور ضرب در x به علاوه 2 و این یکی مخرج رو در x به علاوه 1 ضرب کنم، صورتش هم همینطور. خب خواهیم داشت این 3 در این ضرب بشه میشه 3x به علاوه 6 به روی x به علاوه 2 در x به علاوه 1 به علاوه 5 هم در این ضرب بشه میشه 5x به علاوه 5 به روی x به علاوه 2 در x به علاوه 1. حالا مخرج ها یکسانه، یکی از مخرج ها رو می نویسم و صورت ها رو با هم دیگه جمع می کنیم. x به علاوه 2 در x به علاوه 1 3x با 5x جمع میشه 8x به علاوه 6 و 5 هم که 11 هست. دیگه از این ساده تر هم نمیشه. اینجا یک ما جا افتاد. خب بریم سراغ صفحه 4، آخرین صفحه. تقسیم زیر را انجام دهید. خب برای این تقسیم اول میام جمله اول مقسوم که 6x به توان 2 هست تقسیم بر جمله اول مقسوم علیه میکنیم. 6x به توان 2 تقسیم بر x میکنیم. چرا این کار میکنم؟ تا اولین جمله خارج قسمتی که این به دست بیاد و اینجا بنویسم. خب 6x به توان 2 تقسیم بر x، این x با x به توان 2 ساده میشه، جواب میشه 6x. پس 6x رو اینجا قرار میده. حالا این 6x رو که خارج قسمت من هست، اولین خارج قسمت هست، در مقسوم علیه ضرب میکنیم. 6x ضرب در x میشه 6x به توان 2 ضرب در مثبت سم میکنم میشه 3 6 تا 18x. خب حالا حاصلی که به دست اومده از مقسوم کم میکنم. برای این کار میام اینو منفی میکنم دیگه. درسته میخوایم منها کنیم، کل علامت های این تغییر میکنه. علامت جدید ما اینه 6x به توان 2 با منفی 6x به توان 2 ساده میشه، یعنی چون خنثی میکنن هم دیگه رو، این مثبت این منفیه، صفر میشه حاصلش. مثبت 21 با منفی 18x، مثبت 21x با منفی 18x که میشه مثبت 3x به علاوه 1 هم اونجا هستش. حالا این میشه مقسوم جدید ما. دوباره 3x رو تقسیم بر x میکنم، جواب میشه مثبت 3. مثبت 3 رو اینجا قرار میدم، ضرب میکنیم مثبت 3x در 3 تا هم که 9 تا و دوباره علامت اینو عوض میکنم، منفی، اینم میشه منفی. این دوتا با هم دیگه خط میخورن. مثبت 1 با منفی 9 میشه منفی 8
و باقی مونده ما میشه -8. پس این باقی مانده هست و خارج قسمت هم این عبارته، خارج قسمت. سوال 14. الف حجم حاصل از دوران ربع دایره مقابل به شعاع 5 سانتی متر حول شعاع OA به دست آورید. خب ما اگر این نیم ربع دایره رو دوران بدیم حول ضلع یا شعاع OA، یک نیم کره تشکیل میشه، یه دونه نیم کره تشکیل خواهد شد به این صورت. به این حالت یه نیم کره خواهیم داشت. حالا نیم کره‌مون خب حجم کره میشه 4/3 PR3. حجم نیم کره نصف اون حجم کره است که در واقع میشه حجم نیم کره. حتما بچه‌ها فرمول رو بنویسید. 25 تعلق داره به همین فرموله. میگیم 2/3 PR به توان 3. خب جایگذاری میکنیم. پی بهمون گفته 3 قرار بدیم و شعاع هم که 5 سانتی متره. پس میشه 2/3 ضرب در 3 ضرب در 5 به توان 3. خب این 3 با این 3 ساده میشه. 5 به توان 3 میشه 125. 2 تا 125 تا هم که 250 سانتی متر مکعب خواهد شد. قسمت ب حجم مخروطی به شعاع قاعده 2 و ارتفاع 6 را به دست آورید. خب رابطه حجم مخروط برابره با V مساوی با 1/3 پی آر به توان 2 ضرب در H. خب جایگذاری میکنیم. 1/3 ضرب در پی هم که 3 هست، شعاع 2 هست، 2 به توان 2 ضرب در 6 میکنیم. 3 با این 3 ساده میشه. 2 به توان 2 4 4 6 24. پس حجم این شد مساوی با 24. این هم از حل سوالات امتحان نهایی خرداد 402 که مربوط به شهر تهران بود. امیدوارم که این ویدیو براتون مفید بوده باشه. تا یه ویدیوی دیگه خدایا رو نگهدارتون باشه.